حضرت سفیان ثوری را حکایه میکنن که او حضرت میگفت که من عالم کسی را میشمارم که فقط آسانگیر باشد، سخت گرفتن همه میتواند. این سخن حضرت سفیان ثوری است. سخت گرفتن همه میتواند، عالم کسی را میشمارم که آسانگیر باشد و مردم راه آسانی را نشان دهد. محمد ابن سیرین خوابنامه‌اش در دست ما و شماست. یک شاگرد داشت به نام عوف میگوید. عون گفته یاردم میگوید. عون گفتگی یک شاگرد داشت. شاگرد حکایت میکند که همین محمد ابن سیرین تمام همون سختی ها را در خودش صرف میکرد و لیکن برای مردم فتوای آسان میداد، راه های سبک اختیار میکرد. فمن شهد منکم الشهر، اگر ای بندگان خدا شما اگر در این ماه مبارک رمضان آمده و رسیدید، مقصد حیات شما باقی ماند و شما در این ماه رسیدید، مثل که الحال ما و شما در همین ماه قرار داریم، فلیصمه، این ماه را روزه گیرید، این ماه را احترام کنید. احترام این ماه روزه داشتن این ماه است. فلیصمه. در دوام پروردگار چی میگوید؟ و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. پروردگار را ببین، مهربانی الله را ببین، غمخواری پروردگار را ببین. این ماهی که اینقدر عظمت دارد، ثواب دارد، اجر دارد، چه میگوید؟ و من کان مریضا، که مبادا بندگان خدا، عاشقان الله و محمد، شما وقتی در این ماه بیمار شدید، قوت روزه گرفتن ندارید، اگر روزه گیرید درد شما افزون می شود، زیاد می شود، شما را هلاک میکند. الله مهربان است، الله غمخوار بنده است. الله میگوید از رگ گردن و دیده من بر تو نزدیک هستم. میگوید مادام تو اگر مریض باشی او علی سفرین، یا تو در سفر باشی، ببین پروردگار چی میگوید؟ فعدت من ایام اخر، تو رخصت داری که روزه تخوری، برای تو اجازت است. پروردگار برای تو لگات داده است، امتیاز داده است که تو بیماری، تو در سفر هستی، روزه تا بخور. الله تو را گناهگار نمیشمارد. تو در نزد پروردگار جوابگر نیستی، زیرا تو بدنی رنجور داری، زیرا تو بدنی بیمار داری. این امتیاز است، این داد پروردگار است، این رحمت الله را باید ما قبول سازیم. چگونه ای که ما و شما سفر میریم، الله برای ما و شما اجازت داده است که 4 رکعت را 2 رکعت بخوان. اگر ما 2 رکعت نخواندیم، 4 رکعت خواندیم، حتی صاحب مختصر میگه تو گناهکار شدی، زیرا که تو این امتیاز، این مهربانی پروردگار را به نظر نگرفتی. گفتی من به ماشین رفتم، آخه مرا خانه خودم است، مرا خانه بچم است، من اینجا هیچ بیماری و هیچ گویه ماندگی ندارم، چرا 2 رکعت خوانم؟ ببین امتیاز تو شکستی، تو رحمت پروردگار قبول نکردی. صاحب حتی مختصر میگوید که تو با این 4 رکعت خواندگی تو گناهکار شدی، تو ثواب نگرفتی. الله 2 رکعت داد، همون 2 رکعت باید تو میخواندی. پروردگار مهربان است. بیمار هستی، نداری قوت، از هیچ ملا و شیخ نترس، الله تو را اجازت میدهد روزه تا بخور. پروردگار مهربان است. خداوند در قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بهترین دلیل است. پروردگار میگوید هیچ نفسی را، هیچ بنده خود تکلیف نمیتم، مشقت نمیارم، وزنینی نمیارم مگر قدر قوتش. از قوتش دیده زیاد از بنده طلب ندارم. امروز قوتت نمیرسد، بیماری قند داری، بیماری دل داری، بیماری فشار خون داری، اگر از روزه گرفتن دردی تو، مشقتی تو زیاد شود، 100% برای تو رخصت است. روزه طبیعی خود در نزد خدا اجر بگیری، ثواب بگیری. حضرت امام احمد حنبل مثل حضرت امام ابو حنیفه ما و شما که مذهب به ایشان داریم وایم پیروا دارد. وقتی کسی آمد پرسید ای امام احمد حنبل، آدم بیمار
تا کدام وقت روزش خورد؟ گفت آدمی بیماری که قوت روزه گرفتن نداشته باشد روزش با طریق اولا خوردن گیرد. گفت کدامش که قوت ندارد خورد. گفت کسی پرسید ای امام احمد حنبل اگر بیماری تب داشته باشد چی؟ بیماری تب. گفتن آیا از تب دیده شدیدترین درد وجود دارد؟ حضرت امام احمد حنبل حتی در بیماری تب پیرواش رخصت داد که روزتان شکایین، روزتان خورین، شما بیمار هستید. برای همین امروز ما باید سختگیری نکنیم. چیزی را که خدا داده است حبیب خدا میگه یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آسان گیرید، مشکلات نیارید، بشارت دهید، مردم نگریزانید. امروز بچه ما و شما موی سر دارد، موی سر داری تو گفته فلان و فلان، نگریزان بچه را به موی سر گناهگار نیست. من کان له شعر فلیکرم. تو سواد نداری، تو علم نداری، چی در کار در این باب صحبت میکنی؟ حبیب خدا میگه کسی موی سر دارد موی سرش پاکیزه نگه دارد باکی ندارد. امروز سختگیری ها گویم چی در عبادت ها مان داریم، چی در لباس ها مان داریم، چی یک مردم هم میبینی عادی ترین یک عملی را انجام داد خیلی بیگون. حضرت عمر خیام گفتن که انسان بیگناه در حیات زندگی کردن نمیتواند، بیگناه نمیشود. یک گناه کرده است که تو کافر شدی، تو منافق شدی، تو فلان و فلان شدی. چی در کار این سختگیری ها؟ چی در کار مردم از بر و از پهلوان گریزاندن؟ امروز بچه ها ما را سوال میدن که آیا آدم بی نماز نانش خوردن درست است؟ آدم بی نماز نانش حرام نیست. آدم بی نماز رنگ تو بی نماز بود، تو با نماز شدی، تو را امروز خدا ایمان و قدرت و اسلام و فهمیش داده است، بی نماز نماز خوان کن. از بی نماز کجا میگریزی؟ با بی نماز رفیق شو، با بی نماز رفت آمد کو، با او در پهلوی او نشستن تو دوزخی نمیشوی، تو گناهکار نمیشوی. الله میگوید من هیچ نفسی را تکلیف نمیدهم مگر قدر قوتش. حضرت سفیان ثوری را حکایه میکنن که و حضرت میگفت که من عالم کسی را میشمارم که فقط آسانگیر باشد، سخت گرفتن همه میتواند. این سخن حضرت سفیان ثوری است. سخت گرفتن همه میتواند، عالم کسی را میشمارم که آسانگیر باشد و مردم راه آسانی را نشان دهد. محمد ابن سیرین خوابنامه‌اش در دست ما و شماست. یک شاگرد داشت به نام عون، میگوید عون گفته یاردم میگوید. عون گفتگی یک شاگرد داشت، شاگرد حکایت میکند که همین محمد ابن سیرین تمام همون سختی ها را در خودش صرف میکرد و لیکن برای مردم فتوای آسان میداد، راههای سبک اختیار میکرد. برای مادامی که نص قرآنی دلالت دارد که تو بیماری روزه تا بخور، برای تو اجازت است، هیچ ملامتی هیچ کس گوش نکن، اجازت الله برای تو رخصت داده ایستاده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله من دوام این موضوع را جمعه آینده برای شما صحبت میکنم.